بازار مشترک میان افغانستان و تاجیکستان در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان پر رونق و پر جمع و جوش است. مردم این دو کشور همسایه روزهای شنبه به این بازار می آیند و خرید و فروش می کنند. تاجران، دکانداران و مردم صف بستند و برای وارد شدن به بازار و خرید و فروش اموال تجارتی لحظه شماری می کنند. در اشکاشم هستیم، کار میکنیم و روزهای هفته بازار مشترک میشه. بازار مشترک شرکت میکنیم. از امارت اسلامی میخوایم که در هفته دوبار بازار باز شود. هر روزای شنبه ما خراب کباب میاریم، شیر و کیک و صابون و همه گپاست و از تاجیکا دیگه خدا کنه که این بازار هفته دو بار شد. خواهش ما امارت اسلامی و دولت تاجیکستان هم است که حمایت کنن. مسئولان کمیساری نقطه مرزی میگویند که داد و ستد میان افغانستان و تاجیکستان در بازار مشترک دو کشور افزایش یافته است و بخشی زیادی از واردات تاجیکستان از همین مرزها تأمین می شود. در موقعیت ساحه مربوطه به کشور تاجیکستان قرار دارد که در هفته یک مرتبه روزی اما بازار مشترک برگزار می شود که دو طرف مردم غریب و تجار در مجموع اما بار و دیگه تمام اشیایی که استفاده می شود دو طرف میارن اینجا و تبادله می شود. مردم افغانی از این طرف میره و سودای تاجیکی را میخره و کسایی که از اون طرف هستن میاین یا سودای اینا را جا. افغانستان در مرز با کشور همسایه خود تاجیکستان 5 بازار مشترک دارد و خرید و فروش و انتقال اموال تجارتی میان دو کشور از همین بندرها انجام می شود.